کاملا حقیقت داره. وقتی که یک دفعه به شمال دست زدی، باز نه او تو روا نه تو او را رها میکنی. مهمی است که چه قسم او را محکم میگیری. کمال، باید پشت ای کار رها کنیم. کدام کاره؟ همین که به خاطر یک دلیل همدیگر میبینیم. هر بار فکر میکنم باره تمام دنیا سرشان آیم است. خسته شدیم کمال. باید گپ میزدیم نهان. یک قسم پیش رفته نمیتونیم. تو خو میفهمی که بیادرت کشتی را آتش زدنی؟ میفهمیدی؟ به خاطر هیچ کسو هیچ کار چشمای خدا از شرم خم نساز. کمال، من پلیس از طریق کمرای امنیتی مجرمه پیدا کرده. با ما و ساله نشان داد. کمال، لطفاً علیه او شکایت نکنین. اوزان یعنی بیادرم هیچ خوب نیست. نمیتونه که ایره تحمل کنه. از بین خاط رفت. شکایت نکردیم. بیازم شکایت نمی کنم. ساله زنده باشه. به خاطر توی کاره نکرد. بسیار زیاد تشکر. نهان، گفتی که کل چیز به خاطر بیادرت کردی. کمال لطفاً. در مغزم یک علامه سوالی مانده و رفتی نهان. هر روز در همی باره فکر میکنم چی شده؟ کمال لطفاً. گفتم لطفاً. در کابینام چیزایی را که برات گفتم نباید میگفتم کمال. بیازا اگه بگویمم چیز تغییر نمیکنه. معذرت میخوایم. بعضا اتفاقات مفته که اصلا فکرشم نمیکنیم. واقعا معذرت میخوایم. نه خیر، فکر میکنم و گپا باید بسیار وقت پیش میگفتی. اونجا جایی نیست که تو را به چیز امیدوار بسازه. ای دیگه چی معنی میته؟ بله قبول میکنم. به خاطر بیادرم، به خاطر خانوادیم باید یک تصمیم میگرفتم. مام تصمیم خدا گرفتم و امرای امیر عروسی کردم. بله به خاطر کال ما بود. شرکت ما در حالت بحران بود و فقط امیر میتونست که ما را از او بحران نجات بده. گفتی به خاطر بیادرم نهان؟ بله، هم به خاطر آینده اوزان بود و هم به خاطر آینده خودم. به همین خاطر ای کار کردم. لطفاً بیشتر از این تحقیق نکن. من واقعا ناراحت میشم کمال. واقعا. ها راستی، هر قدر که از تو و سالی تشکر کنم کم است. اگه به این گپایت باور نکنم چی؟ باور نکن. خوشت آمد؟ اگه پاسپورتم رایت می بود با جایهای دگم رفته میتونستیم. آقا امیر ای قسم نمیشم. یعنی ای کار امکان نداره. چی کردیم؟ نه که ما کدام کاری کردیم؟ هیچ. ما میرم میگم که
هیچ چیز نکردیم. ما همینجا پایین میشم، همینجا. بسیار زیاد تشکر. زندگی خوب خود داشتی. خط زندگی تو را به بلندترین قله ها میرسانه، در صورتی که از هیچ چیز نترسی. دختر مقبول. بچیم یک بار به زینب زنگ بزن، هنوز موبایلش خاموش است. توبه توبه. شماره مورد نظر خاموش است. امروز برام پیام نداده. انشالله که چارچ موبایلش تمام نشده باشه. انشالله. کمال بیادرش گفت که میبرمشو برد. کارای ما امروز بسیار زیاد بود. هیچ متوجهش نشدم. یعنی هر دقیقه که گپ نزنی نمیشه، همتو نیست. نمیشه پدر، نمیشه. کم کار خو نکدیم. فردا این کار بخیر تمام میشه. با خیر باشه بچه‌ام. امروز مرا قهر ساختن نمیتونه، ولی زیاد جالب است. چرا باید قهر شوی بچیم ها؟ پشت خواهرم خواستگار آمده. آخرین نفر ما خبر میشم. ها؟ البته دیگه دوست کمال است. نشک کمال ای کار کده باشه. ها؟ زینب خبر داره؟ بچه با لیاز خدا گپای ناق نزن. بان که امشب با خوبی و خوشی سپری شود طارق. پدر مذاق میکنم، درست است. تو به خدایا. درست است، آرام باش رفیق. خاله فهمیت است، کاکا حسینت است، طارق بیادرت است. زینب درست است دیگه، زینب کمه میشرمه، اما دختر است دیگه، باید بشرمه. باید هم بشرمه رفیق. نباید خواهر من راحت بسازی. میفهمی که به من ارزش داره. تو مرا نمیشناسی ها؟ من چطور کار کردم میتونم که زینب خفه بسازم و جگر خونش بسازم یا بیبی باز اموتو شد. چی شده؟ دایی وقتا زیاد در فکر غرق میشی بچش. نهان است نه؟ برم نگفتی؟ سر تپه چی گپ زده بودیم؟ برم نگفتی؟ بسیار زیاد تشکر کرد. بسیار خوش شد. صبر کو یک دقیقه. او کار فقط به خاطر تو کردم. اگه نه باز مرا چی به بیادر نهان جانم ازم گرفتن. ببین هنوزم به خاطرش جگرخون است. درست است رفیق، یک راه و چاره پیدا میکنم. من سرت باور دارم و فقط به عدالت تو باور دارم. حالا دیگه به خدا دست پای میلرزه. بیبی حالت من بیبی. رفیق تو دیوانه ایم کردی. برو دیگه، برو استاد نشو، برو. حالا زود شو دیگه. خوش آمده. خوش باشین کاکا حسین. چطور هستین کاکا خدا را شکر. بیا. خوش آمدی بچه. خوش باشین خاله جان. حالا دیگه بیا بوتای بکش، خدا راحت بساز بچه. خوش آمدی. دا بغلم بیا، دا بغلم بیا. خوب هستم، خوب هستم. داخل برو، زنده داخل باشی. برو. برو بچه، برو.
برو درست برو دیگه است. بشی. دختر دیوانه ما کجاست؟ میاید دراز بچیم دراز. حالا دیگه تو برو. حالا برو. ساله بیادر با ما چی آوردی؟ از منیر بیادر بقلاوه گرفتم، گفتم دانه خود شیرین کنیم. چیز خاصی نیست، کم ما کرم شما. قسم نگو ساله. همی هم زیاد است. آمدی دخترم؟ آمدم. حالا داخل برو. مادر تمیال به اتاقش رفت. قهرمانم. امیر یا کس دیگه ندید نه پدر؟ نه خیر ندید. امروز غالب بسیار زیاد جگرخون بود. گفت که امیرم بسیار زود دوباره برمیگردن. پدر جان بیازه ایره کالا ما میفهمیدیم اما وقتی که برگرده امرای کمال چی میشه نمیکنه. خبر شدم که کمال دیگه نمیخواه امرای امیر کار کنه. با شنیدنی گپ بسیار خوش شدم. فکر میکردم همه چیز تغییر میکنه. دخترم انسان ها همیشه تغییر میکنن. امیر در دنیای کاربار از کمال کده قوی تر است. ایره نمیفهمی که چی وقت چاله خودم میره. کمال باید از این موضوع هر چی زودتر خبر شود. نهان لطفاً من از گفتن گپ پشیمان نساز. همچنان کمالم در این باره میفهمه. اگه خبر نباشه، اگه آماده نباشه چی؟ نهان بیازو در جستجوی او دختر نبودی ها؟ جستجو کردم، تمام روز در اینترنت پالیدم اما چیز پیدا نکردم پدر. اما باید او دختره به یک شکل پیدا کنم. آرام باش، پیدایش میکنیم. اما اول میخوایم که به او مهمان خانه برو. بعد از او شب اونجا هیچ نرفته بودم. به بار اول میرم. من میرم، تو امینجا میباشی. قسم نمیشه پدر، ما میرم. هرچی نباشه موضوع آینده است. مثل اوزان موضوع آینده مام است. یا که همه چیز خوب میشه یا بد. دختر قلب مهمان دارین آقا؟ بله بسیار یک مهمان خاص دارم. به خاطر اردوی ما اینجا رو ریزرف میکنم. خوب است آقا امیر. بسیار خوب طراحی کنید. گلای رنگارنگ و گلیمای مقبول بانی. کمبودی نمیخوایم. مهمانمو قسم چیزا را بسیار دوست داره چون میفهمم. رفتم میتونی. فردا شب مثل شادخته آماده باش که تو را به جای بسیار عالی میبرم. فراموش نکنی. تو و ساله در اونجا ما او را قهر ساختم و سرش حمله کردم. اما ساله میگفت که کمال نکو، او بچه لاغر است، گناه داره. بعد شام قوت ایمان در وجودش آمد، مرا محکم گرفت. به یاد داری ساله؟ تو را تیله کدا. همراهی او بچه ها جنگ میکردم که یک دفعه تو آمدی و گفتی که جنگ نکنی. هر دوی ما یک جا افتیدیم باز.
آه دختره به عقل ما. ایره بیبی باز بزرگ شده، عروسی ها میکنه ها. من زود پس میم. از دست شما. در اینجا هیچ چیزی نیست. بهتر است که هر دوی ما ببینیم. میفهمم که پیام نوشته میکنی و دوباره پاکش میکنی. فکر میکنی که مرا به جای دگان ببری که خوشم بیه. اگر بفهمی که فردا چه قسم متعجب خواد ساختمت، باز دهنت باز خواد ماند. زینب دخترم حالا برای نباید قدر وقت ده تشناب تیر کنی. بعد است زود شو برای. درست است مادر. اوف چیغ نزن بیا دیگه زود باش. توبه خدایا توبه. خانه ساختن من اونقدر آسان نیست. اما قانع شدی. تو اینجا چی میکنی؟ زنگ ما جواب ندادی. اما امروز میگفتی که نباید به این کار ادامه بدیم. میفهمی که هر بار چی میشه؟ میفهمم. نه خیر نمیفهمی نهان. نمیفهمی. میای و یک چیز میگی و میری. اما کسی میمانه که معصوم. میگم که درست است. درست است کمال. هر باره که میایی مرا چیز میشه. همیشه با این کارت قلبم آزار میدی.
به خاطر احساساتی ساختن یک دیگه ما این کار نمیکنم. میکنی نهان. تو با این کارایت مرض دور کردن نمیتونی. مام همه قسم میشم. میشه که یک چیز بپوشی؟ چرا آمدی؟ امیر خواسته که پروژه را امرایت ادامه بده. پدرم برم گفت. من میفهمیدم که او بر میگرده. هیچ ایرانم نشدم. اما همراه من کار کردن قدرم ساده بوده نمیتونه. کی است؟ آخرین بار کسی که قسم تک تک کرده بود امیر بود. حالا چی کنیم؟ من هیچ کار نمی کنم. اما تو پیش از که این قسم اینجا بیایی باید اول یک بار فکر میکردی نهان. چی کنم حالا بگو. کی است؟ مستم. داخل اتاق برو. زنجیره تبسته کن. زنجیره تبسته داخل برو گفتم. حالا میمان ناخواسته داری. بی خبر آمدم اما اگر در خانه نمی بودی باز دوباره میرفتم. چی نه میکردم؟ خیر جانم، خوش آمدی. خوش شدم. خانه بسیار مقبول است. بخیر زندگی کنی. اما اینجا را باید از طرف روزان ببینم. باغچه‌تان بسیار مقبول است. خب اتاقش برام نشان نمیدی؟ گفته بودی اگر دعوتتام کنم نمیایی. چی شده؟ چی میکنی کمال؟ من نمیخوایم که در بین ما کینه باشه. ببین من فراموش میکنم اما تو دوباره به یادم میاری. نه خیر جانم، قهر نشو. هر وقت که خواسته باشی آماده میتونی. چای است. یعنی اگه میخوایی برات بیارم ها؟ نه خیر، اما از نوشیدنیت میگیرم به خاطر خانه جدیدت. نوشیدنی ها؟ البته. آی جانم، نامش چی است؟ کوپک. کوپک؟ از دستشوییت استفاده کردن میتونم؟ البته اینجاست. دست پاک در الماری در دست چپ است. تشکر. به خاطر بیرون شدن از اینجا 30 ثانیه وقت ما داری. پیازه نمیخوایم که 10 ثانیه دیگه اینجا باشم. بانک ما بازش کنم.
بله یاسمین. تاریخ ختم پروژه اجتماعی ما را معلوم کردین یا نه؟ نه خیر. قرار بود قراردادش نو شوه همتون نیست؟ دوباره هیچ مشکلی نیست. چیزی که قانونش باشه نهان جان. من خب منظور تازی گپا نفهمیدم. خب نمیشه که به خانم آسو زنگ بزنین و یگان جای بخواین که بیشینیم و صحبت کنیم ها؟ فکر کنم دی وقت شب دیوانه شدی نهان. آسو در خانه کمال است یاسمین. ها تو میخوای دی وقت شب ما را بیرون کنم ها؟ بله کاملا همه قسم از عقلت کار کرد. تو عاشق دختر هستی. برش زنگ میزنی یا نه؟ نهان جان درست است. من برش زنگ میزنم او رم شب از اونجا بیرون میکنم. فردا دوباره خود رفت. من باز از اونجا بیرونش خود کردم. بازم دیگر روز میره. این کار ختم نمیشه نهان به خود بیا. جانم تو 5 سال پیش تصمیم خود گرفتی. قسمی که تو عروسی کردی او هم حق داره عروسی کنه. دزم اگه فکر میکنی 5 سال پیش هم روش بودی والا هم روش باشی. فکر میکنی هنوز منتظرت باشه. قسم نفره پیدا کردن نمیتونی. بله امیر نیست؟ گفته اتاقش کار میکنه. امرای محافظ میمانخانه گپ زدم. گفت که یگان وقت به بررسی او خانه میره. گفت که 5 سال میشه که به اونجا نرفته. امروز هم اونجا می باشه ها؟ چون اگه اونجا باشه همی که ما را ببینه به امیر خبر میده. نه خیر نمی باشه. بعد از شاشتی یک کار مهم دارم. اگه میخوای پشت تو هم بیایم با زردی ما یک جا بریم. نه خیر پدر جان نباید وقت از دست بدیم. مستقیم ده همونجا میبینیم. عزیزم آماده هستی که بعد از سالا اونجا بری؟ من به خاطر این موضوع آماده هستم که به هر جای برم پدر. دخترم معذرت میخوایم که تو را به انتخاب کردن ای زندگی مجبور ساختم. خودمو قصر فکر نکنین پدر. امیر به خاطر به دست آوردن ما منتظر فرصت بود که او را پیدا کرد که همه ما قربانی امیر شدیم. اما حالا امیدوار هستم که نجات پیدا کنیم پدر جان. جانم ما همیشه هم دستت می باشم. ای را فراموش نکنی. پدر و دختر یکی دیگه خدای قدر دوست نداشته باشین. اگه نه باز حسادت میکنم. هرچی نباشه ای بچه هم امرای پدر خود جنگ کرده. حق با توست. باز میبینیم دخترم درست است؟ چی وقت میری امیر؟ فکر که رفتم.
آسو بله. حالا دیگه آماده شو، زود باید بریم، نباید ناوقت کنیم. ما آماده هستم. صبحانه بخوریم؟ به زحمت شدی اما فکر نمی کنم خورده بتونم. حالت میدیم خوب نیست. درست است دیگه، خوبت میسازه. دیشب گپای ناق خو نگفتم نی؟ نمیفهمم که چطور خوابم برد. معذرت میخوایم که به خاطرم به زحمت شدی. مهم نیست. نوش جان. زنده باشی. کسی که همراهیم کمک میکرد نامش آقا شاهین بود نی؟ بسیار زیاد تشکر میکنم. این احسانتان فراموش دیدار. آقا اندر فقط قهوه میخوایم. آقا اندری از شما بوده میتونه؟ خدمتکارا فکر کرده که از ماست در بین لباس های ماندن. بله، ما فکر کرده بودم کیره گم کردیم. خوب شد که من متوجه شدم. بله. شکم سر اون در درست بود. کار خود شروع کنیم. اطاعت میشه آقا. سلام. صبح بخیر بچه. کارتان دقیق انجام بدین، سر نخ نمانه. تشویش نکنید آقا. راننده کل چیز آماده کنه، کار خود کردن فرار میکنه. این قسم باز طارق مجرم شناخته خواهد شد. بالاخره طارق هم به امر ما کار میکنه. عالی است. بچیم پنیر هم آوردی؟ آوردم. به ما بتش به ما. برای تخم مرغ پخته کنم بچیم؟ فرق نمیکنه. به خاطر دکان جیگرخونه استی همه تا نیست؟ نه خیر. بله، البته همون لحظه پیش دکان می باشم. درست است. باز خواد دیدیم. چی شده؟ همراه صاحب دکان می بینم، زنگ زده بود که بیا. اوه خدا را شکر است. خداوند کل شب خیرت تمام کنه بچه. زینب دیشب یک قسم بود. شما با هم جنگ کردیم؟ نه خیر بیادر، جنگ چی؟ اما دیشب متوجه شدم کم دیگه قسم بود. ما هم قسم تشویش دارم. بیبی بیادر، تو دوست جانیم هستی. زینب هم جان و جگرم است. من او را بسیار خوب میشناسم. پیشش سال خلق شدم. یعنی چی بیادر؟ یعنی که میگم برو همراهش گپ بزن دیگه. نفهمیدی؟ گپ خو میزنم، اما چی بگویم برش؟ درباره کل چیز، درباره آیندهتان، تصامیمتان. شاید که ترسیده باشه، میشه که ترسش را گم کنی.
خیر دیگه. بله امروز ببینیم. بله میبینیم، اما ای رو بگو که کجا میریم. میخوایی که تو را متعجب نسازم؟ نه خیر او قسم نیست، فقط خواستم بفهمم جانم. بزرگترین رستوران دنیا امروز منتظر هستند که ما را پذیرایی کنن. راستی؟ اما باید یک چیزه بگویم که ما اونقدر وقت ندارم. فقط غذا میخوریم دیگه، پیش از اینکه ناوقتچه ها به خانه برمیگردی. قبول است؟ قبول است. پشتت یک موتر روان میکنم. نه خیر لازم نیست، من خودم میایم، فقط شما جایش برام بگوین که کجا بیایم، باز من خودم میایم. درست است؟ هر قسمی که خواسته باشی شادخت. درست است. میبینیم. احمق. خوب هستی؟ تو را چی؟ فکر میکنم امروز از پهلوی چپ خیستی. اصلا باید از شما بپرسم. آسودی شب خانه خود رفتن نتونست، از او خاطرم رای بست. مرا چی؟ نهان ما را ترساندی. تو خوب هستی؟ خوب هستم. میخواستم تایپ موتر روشن کنم، متوجه کثافت دانی نشدم. همه یعنی مشکلی نیست. اگه میخوای موتر تامین جبان، هر جایی که خواسته باشی تو را میرسانی. اما تو نیست کمال. نه خیر جانم، زنده باشی. شما به کارتان برین. باز میبینیم. نهان بسیار زیاد تشکر. به خاطر چی؟ اون روز وقت گفتی کمال خانه رفته، باز ازت کم خفه شده بودم، به خاطر که میخواست متعجب بسازه. بعدش فکر کردم وقتی که خانه به این حد به کمال مهم است که حتی میخوایم مرا متعجب بسازه، باز گفتم یک کار مام باید انجام بدم. دیشب اولین بار همراه کمال بودم. بهترین شب زندگی ما بود. بعد از چندین سال در این شهر این خانه را خانه خود احساس کردم. به خاطر که این جسارت برم دادی، هر قدر که ازت تشکر کنم بازم کم است. باز خواد دیدین، درست است؟ آسو بی صبرانه منتظر هستم که برات قصه کنم. خدا حافظ. احمق. لودا احمق. درباره چی گپ میزدین؟ برش گفتم که دیشب مجبور شدم در خانه تو باشم. نخواستم که غلط درک کنم. پیداش کردن نتونستین آقا شاهین؟
متاسفانه در قریه به نام شما و به نام عجمزاده کسی نرفته. آی خدای من، نیک او را فروختن ها؟ یک نامدگان براتان میگم آقای محترم، میشه او را ببینین. امیر کوز جغلو را پیدا کنین. به نام او کسی نامد آقا؟ البته میبینم. آمدم. این چی است؟ شب با هم بودن. تو چطور خبر شدی؟ امروز وقت از خانه بیرون می شدم دیدم خانم آسو بسیار به ناز و نزاکت برم قسم کرد که امشب چی یک شبه داشتن. نه دیگه اونا هستن؟ باندگه نهان این قسم نکن. قلبم برم میگه که کمال هنوزم عاشق است. همراهت هیچ وقت خیانت نمیکنه. همیشه تو را دوست می داشته باشه. نهان جان، تو باید تیره 5 سال پیش فکر میکردی. اما ما همراه کمال هیچ خیانت نکردیم یاسمین. چی؟ ما فقط کمال دوست دارم و همیشه به او فکر میکنم. اینجا را بیخی گلخانه جور کردن. یک دو دانشه بردار. درست است آقا امیر. بعد از غذا اینجا میایم. نظر به او آمادگی تا نبگیری. بچه شما آقا امیر. با روزنامه گفتین که امشب اینجا می باشیم ها؟ با تمامشان خبر دادیم. زینب ساله؟ باید امرایت گپ بزنم زینب. بعدن میشه که گپ بزنیم؟ نه خیر، امرای بیادر تام گپ زدم. هر مشکلی که داشته باشی حل میکنیم. حالا ما یک نفر از بین بردم. ما قاتل هستم. تشویش نکنه ها. کل چیز تحت داریم است، اما هر چیز زودتر باید اینجا بیایی. باید همراه اوزان باشیم. فهمیدی که چی گفتم؟ بله فهمیدم. اوزان نجات میدم. تشویش نکن. آقا طارق بفرمایید. مرا خطورفان ران کردن. ها با قطوفان یک کار پیش شد. مرا روان کرد که امرت قرارداد کنم. هیچ مشکل نیست بیادر جان. بیازو خودش گفت که گپ زده کل چیز حل کرده. ای قسم آقا امیر دیگه بادشاه است ها؟ همونطور است. وقتی که گفت یک کار میکنم باز میکنه. خب تمام موضوعات رو بررسی کردین؟ بله. عالی است. خب دیگه ما ازتان اجازه میخوایم. قهوه خوب بنوش. کدام وقت دیگه باید به یک جای مهم برم. تشکر از آمدن تو. حالا میخواه که بیرون شوم. صاحب مال زنگ زده. نه وقت خونه کردیم. نه خیر مشکلی نیست. سلام، ما در راه هستیم. کدام مشکل خوب پیش نامده؟ نه خیر، امیالا بیرون شد. شما نزدیک هستین؟ بله درست قسمی که گپ زده بودیم آقا. طرف سرک میایم. حالا بزنش. درست است میبینیم. خب دیگه هیجانی هستی چطور؟ البته که اصلا با مشکل شب صبح شد.
متوجه باش، متوجه باش. تو چی کردی؟ نفر زدی؟ ندیدم بیادر، تو مرا ده گپ گرفتی. چی میکنی؟ صبر کن، کجا میری؟ هر دوی ما ای کار کردیم، تو هم ده جرم شریک هستی. چی میکنی؟ چی میکنی؟ استاد کو؟ برات گفته باشم شریک هستیم، فهمیدی؟ چی میکنی؟ الایم کو، الایم کو. کجا میری؟ الایم کو. صبر کن، صبر کن، ای کار کردی فرار میکنی. مرا ده گپ گرفتی لعنتی. بیادر خوب هستی؟ بیادر، بیادر. امبولانس کمک کنه، کمک کنه. تحمل کو بیادر، تو را چیز نمیشه. بیبی ساله جان، نه در فکر عروسی هستم و نه نامزدی. نمیخوای عروسی کنی؟ یا که همراه من نمیخوای؟ البته اگه وقتش برسه با هم عروسی میکنیم. لطفاً اقسم نکو. فقط بار اولت باشه که شنیده باشی. من برات گفته بودم پیش از اینکه امرای بیادرم گپ بزنی یک دفعه بر من میگفتی، امرای من مشوره میکدی، بعدا امرای بیادرم گپ میزدی. تو نمشنوی، گپ مرا گوش نمیکنی. تو مرا دوست نداری زینب؟ قسم نکو ساله جان. حقیقت بگو، مرا دوست داری یا نداری؟ امیر برام بگو. چی بفهمم؟ عاشق شدن یعنی دست دراز کردن طرف آتش است، اما تو نیست. بدون ای که فکر کنی تصمیم میگیری. از هیجان زیاد نفس انسان قید میشه، نمیفهمه که چی بگویه و هم میترسه و هم نمیخوایی ازش دور شوی. امیر عشق میگن ساله. امیره چرا از من میترسی صدقیت شم؟ درست است، عجله کردم، تو را حیران ساختم، تو را ترساندم، درک میکنم، اما ازم نترس لطفا. ده محبت گلش تو هستی و خارش من هستم. فکر میکنی که من اذیتت میکنم؟ پس ای قسم که از موضوع نامزدی را با طبیق بر تو. لطفاً برای چند وقتی موضوع را باز نکن. ما با مادرمشان تکت گرفتیم، به خواستگاریت میاین. آفرین ساله جان، خوب کار کردی. ساله کدام روز شده که تو از ما بپرسی میخوایم ای کاره کنم؟ نه خیر، هر وقت که خواسته باشی همون کاره میکنی. بیبی هنوز درسم خلاص نشده. لطفاً هر بار مرا ایران نساز. وقتش که رسید اگه ای کار شدنی باشه باز میشه. بالا این فشار نیا، لطفاً ای کار نکو. بیبی تو هم ازم پرسیدی و من برات گفتم. سرم قهر نشو، درست است؟ حالا دیگه باید برم. باز میبینیم، درست است؟ زینب زود شو، بیازه سرت نوقت شده. زینب سوار شو، سوار شو. تو کجا میریم؟ خانه میرم، تو را میرسانم. نخیر لازم نیست، من خودم میرم. نه خیر، امروی بیادرت گپ زدم، گفتم من میارمش تا خانه میرسانم.
شماره را که شما دایل کردین فعلا خاموش می باشد. لطفاً بعداً به تماس شوید. پدر جان شاید در آباشین زنگ زدم جواب ندادین، اما آمدم منتظر هستم. وضعیتش چطور است؟ وخیم است. ای خونه میمرانه؟ ها؟ بسیار معذرت میخوایم، برام کم کار پیدا شد. بله. ای دیگه چی معنا میته؟ بسیار معذرت میخوایم، لطفاً قهر نباش. کتاب درسیت پیش من مانده. همراهت کسی است؟ بله. در بیرون دانشگاه امروی دوست بیادرم روبرو شدم، گفت که مرا خانه میرسانه. حاله نمیشه که پس برم و کتاب تا بیارم. بازم بسیار معذرت میخوایم، بسیار متاسف هستم. زندانی میشه یا نه؟ آقا امیر یک مشکل پیش آمده. چی شده؟ طارق بازی ما را خراب کرده آقا. از موتر پایین شده و رفته امرایش کمک کرده. خداوند لعنتت کنه. شماره را که شما به تماس شدید خاموش بباشد. لطفاً بعداً تماس بگیرید.
تو تشویش نکو دخترم. این موضوع را در بین فامیل خود حل میکنیم، بین خانه خود حل میکنیم. هیچ تشویش نکن. نه من قاتل هستم. من قاتل هستم. یعنی چی؟ اوه خدا، اینا چطور روشن هستن؟ پدر؟ پدر جان شما هستین؟ تو اینجا چی میکنی کمال؟ آمدم ببینم که کی تو را از من دزدید. او شب به می خاطر خانه ما آمده بودی نه؟ تقدیر ما را همین خانه تغییر داد. به خاطر همین خانه از من جدا شدی. فقط در ظرف یک شب مجبور شدی امرای امیر عروسی کنی. لطفاً سرم فشار نیار. میارم. یک دفعه مرا فریب دادی، بار دیگه اجازه نمیتونی کار کنی. کاش یک جواب می داشتم که برات می گفتم کمال. وقتی که او شب از پیش من رفتی باز به این خانه آمدی، پیش امیر.
اگه به خاطر بیادرت نیست باز دیگه چی بوده میتونه؟ به خاطر کی به اینجا آمدی نهان؟ به خاطر چی کار کرد؟ اوف ای چیز نپرس. چیزی که قدر مهم بوده میتونه چرا به من نگفتی؟ گفتم نپرس دیگه کمال نپرس. تو نمیخوای خود از کابوس نجات بدی نهان. مشکل تو فقط است که فکر مرا مخشوش بسازی. کمال تو چرا اینجا آمدی؟ دیگه هیچ چیز برام مهم نیست. چرا؟ میفهمی که زیادتر بالای چی قهر میشم ها؟ سریع قهر میشم که هر بار یک دفعه دیگه بالایت اعتبار میکنم. بدونی که خسته شوم، دلگیر شوم، به تو باور کنم نهان. حتی اگه ای زبانت برم دروغ بگویه، قلبم را حقیقت فکر میکنه. کمال منتظر بودم میتونی؟ کمال لطفاً، کمال لطفاً استاد شو، قسم نرو، لطفاً صبر کو. باندگه بازم همی کار میکنی نهان. اگه میخوایی مده اینجا باشم باز گپ بزن دیگه. بس است، این قسم طرفم سیل نکو. سیل نکو. در چشمایت غرق میشم نهان. اینجا را چطور پیدا کردی؟ تو را غرض نیست. با وجود که ازت خواهش کردم هنوزم جستجو میکنی، اما تو نیست. خلاص شد، حماقت کردم، دیگه هیچ چیز را جستجو نمی کنم. چی پیدا کردی؟ یعنی ای که به اینجا آمدی حتما چیز پیدا کردی. لطفاً بگو. بعد از اینکه از پیش من جدا شدی، او شب موترت بسیار تیز دوانده به اینجا آمدی. در همون شب یک حادثه ترافیکی شده بود. بعدش فهمیدم که امیرم اینجا بوده. کمال توی همه را چطور فهمیدی؟ نهان، تنها گپ زدن ما نیست که دروغ باشه. بعضا چوب بودن ما هم دروغ بوده میتونه. بعضا به قصد جانب مقابله در راه غلط روان میکنیم. دروغی است که نمانی و جواب سوالای خدا بگیره. درست کاره که حال کردی. نترس. اجازه بده که بارشانه های تحمل کنم، بردگی تخلاص کنم. این کار بسیار مشکل است. بالا این باور کردن نمیتونی؟ اون شب امیر و اوزان برم زنگ زدن. ما یک نفره به قتل رساندم. ما قاتل هستم. تشویش نکنه ها. کل چیز تحت اداره است.
اما هر چی زودتر باید اینجا بیایی. باید همراه اوزان باشی. فهمیدی که چی گفتم؟ شنیدم. اوزان نجات میدم، تشویش نکن. اونا چی گفتن؟ چون اوزان مریض است، زیاد شوک دیده بود، به کمک ضرورت داشت. حالتش بسیار خراب بود. وقتی که من به اینجا آمدم باز پدر و مادرم هم اینجا بودن. خب بعدش وقتی اوزان خوب شد باز همگی ما به خانه خود رفتیم. همه قدر؟ یکی تو همیشه از من سوال میپرسی، میشه دلیلش بگویی کمال؟ یا که میخوایی شب امرای آسو سپری کنی و روزم اینجا خود قهرمان و مصابت بسازی؟ نهان کوشش کردم برات بگویم اما دهنم بسته کردی. تو خود گفته که تو را غرض نیست. درست است. اقدر زود خود حق به جانب فکر نکن. فکر کو از چیز نپرسیدم، بیا زود قصه شام نیستم. خوب میشه بگویی که تو در اینجا چی میکنی. با پدرم تفاهم کردم که اینجا بیایم و با هم گپ بزنیم. ایره میشناسید؟ چه قسم به خانوادش خبر بتیم؟ نظر چی است؟ نخیر ما ایره نمیشناسم، فقط نامشم میفهمم و بس. احمقا، یک کار کوچک انجام دادن نتونستین. براتون نگفته بودم تو آدم باید از موتر پایین نشه، دو جرم باید شریک شوه. گفتین آقا گفتین. پس چرا موندن که بره؟ آقا چی آقا؟ همیال طارق برم پیدا میکنی. همیال برش زنگ میزنم. عجله کو، اگه امروی پلیس گپ بزن اول دهن تو را مشکنانم. هیچ کس نباید بفهمه که من در این موضوع دخیل هستم. نه خدا خسته نساز، چیزی نیست که پیدا کرده بتونی. با وجود که قسم میگی بازم پیدا میکنم. میشه چند دقیقه قدم بزنیم؟ نهان قسم میخورم که عقلم باور کردن نمیتونه. تو چی میخوای بگویی؟ میخوایم 2 دقیقه زندگی من همراه تو سپری کنم کمال. هر قدر که بالایم قهر میشی قهر شو. هر باره که تو را میبینم در قلبم یک امید پیدا میشه. قسمه احساس میکنم که نفس تازه میگیرم. تو را درک کردن نمیتونم. راست میگی. کجا میری؟ قدم میزنم همین دیگه. اگه پدرت بیایه؟ حتما جلسهشون طولانی شده. وقتی که حرکت کنه برم زنگ میزنه. بیا دیگه.
وضعیتش چطور است؟ خوب میشه؟ کمک‌های اولیه را انجام دادیم. باید امروی دکترش گپ بزنیم. بله آقا طوفان. طارق شما کجاستین؟ صاحب مال برم گفت هنوز نرسیدین. آقا طوفان یک چیز شد. یک خبر بد دارم. حادثه شد. حادثه چی؟ نفر را که شما روان کرده بودین ناخواسته یکی را با موتر زد. چه قسم بگویم؟ گپا دیگه طرف نبر طارق، واضح برم بگو. آقا اون در زد. تو چی میگی؟ حال کجاستین؟ آقا اون در چطور است؟ یعنی باهوش نیست اما بخیر خوب میشه انشالله. او را شفاخانه بردن. مام در بیرون منتظر هستم. در کدام شفاخانه هستی؟ همونجا منتظر باش، ما میایم. تا وقتی که من آمدیم خدا به کسی نشان ندی و چیزی هم نگویی. بگو. آقا طارق پیدا کردیم. تا وقتی که ما همراه طارق گپ نزدیم هیچ کس نباید خبر شوه. ما نه روزنامه نگارام شویم. تشویش نکنین آقا، کل چیز تحت کنترل است. امیدوار هستم همین قسم باشه. هیچ مشکل پیش نمی آیم. یالا به شفاخانه میرم آقا. به شفاخانه برو، زود شو. دگام میخوای قدم بزنی؟ نمیفهمم. میشه با هم بازی کنیم؟ من فرار میکنم و تو مرا گیر کن. قسمی که فعلا انجام میده. یا که با هم چشم پتکان بازی کنیم. تو چی وقت میخوایی که من پیدایت کنم؟ فقط اگه بگویم پیدایم که میتونی حالا دیگه. نهان. اوف، از وقتی که قسم لباس میپوشی تو بسیار جدی شدی. پیشانیت بسیار تارش، جدی، خشن. تو هم با گذشت زمان به جایی که کلان شوی برعکس طفل شدی. من قسمه که هستم زندگی میکنم جانم، بدون کدام نقاب. یعنی من نقاب دارم؟ مام هدف بد نداشتم. مام هدف تو را فهمیدم. آی من خود چیز بد نگفتم که قهر شوی. لطفا ناز نکو دیگه کمال. خدا خسته نساز. از پشتم نیا. البته که از پشتت میایم. دیگه همراه شوخیام کده نمیشه. صبر کن. نمیخوایم، از پشتم نیا. نهان استاد شو. اینجا جنگل از خطر داره، نباید ازم دور باشی. اگه گم شوام باز ور خطا میشی، همه تو نیست؟ وقت همراهت باشم باز گم نمیشی. دنیای کاروبار زیاد سرت تاثیر کرده. از او جهت نمیگم. مرا پیدا کرده نمیتونی. پیدایت میکنم. پس مرا پیدا کنی؟ تو واقعا طفل هستی نهان. چی میگی که با هم شرط بزنیم؟ نه خیر، قبول نمیکنم. به خاطر از دست دادن میترسی؟ تو جدی هستی؟ موافق هستی؟ هر کسی که باخت تمو به سینما میبرن. پس با هم شرط زدیم. حالا چشمایی تا بسته کن.
بس تکو. طارق چطور است؟ همیالا به عملیات خانه بردنش. قصه کو. راستش مام دقیق نفهمیدم. راه کاملا خالی بود. با هم گپ میزدیم که دفتنت شد. همراهت خوبی کردم اما این مصیبت ببین. کارمندم آمده خسارو ما میزنه. ای چی وضعیت است؟ مطبوعات بانده اصل خانواده تقانه بساز که حادثه بود. ما به کس چیز نمیگم آقا امیر. ما در موتر بودم. شاهد هستم تشویش نکو. یک حادثه بود. شما به خاطر کار ما واسطه شدین آقا امیر. اگر این نفر شما در وقت و در اونجا چی میکرد؟ خود درست است اما مردم این قسم فکر نمیکنن. پشت گپ خواد گشتن. برام یک دفعه گفته بودین آقا امیر که برام صادق بودن مهم است. خدا را شکر همو چیز پیش ما است. خوبیایتان فراموش نمیکنم. ما شما را در حالت سخت تنها نمیمانم. چطور است؟ کاری از دست ما ساخته است خانم؟ عملیات همیاله شروع شده. دکتر سه پسانتر براتان معلومات خود داد آقا. من میفهمم که در اعتماد کردن بالایت اشتباه نکردم. زنده باشی. روز بخیر. شفا باشه. مریضی که در داخل از شما آوردن؟ بله ما آوردم. پس حادثه را میفهمین که چطور صورت گرفته؟ نه خیر ندیدم. ما با صدای آران فهمیده دور زدم. شما نمبر پلیت موتر را گرفتین؟ نه خیر نتوانستم. گرفتن نتوانستی. خب درست است. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. تو بردی. از برکت تو. حالا به ثبوت مرا پیدا کردی. اگه تو شرط میباختی باز مرا به سینما نمی بردی. ضرور نبود.
بازم نمیایی؟ ضرور نبود نشانی پشت سربانی. حالا خو ای کارا کدام بگو. نه خیر مهم نیست. لطفاً بگو دیگه. من تو را وقت چشمای بستان باشه پیدایت میکنم. پیش تو چیزی هست که مربوطم میشه. هر جایی که میری برو. اما بازم من تو را پیدا کردم میتونم نهان. بله؟ کجاستی؟ بیرون استم. برات یه گپ میگم اما آرام باش. اوزانه چیزو شده؟ نه خیر. امیر بگو زود بگو چی گپ شده؟ پدرت حادثه ترافیکی کرده اما نباید تشویش کنی. ده گوشمو تره استاد کو کمال. بعد از اوش خودم میرم. ها اونجاستن. اون در کجاست؟ آرام باشین، ده عملیات خانه است. چه وقت به عملیات خانه بردنش؟ چند لحظه پیش. چطور حادثه رخ داد؟ آقا طارق، ده اصل به خاطر زندگی همسرتان قرضدار او هستین. نهان تشویش نکن. پدرت خوب میشه. زنده باشی. ما خود چیزی نکردیم. اما اگه بازم به کدام چیز ضرورت داشتی بگو. بسیار زیاد تشکر. به خاطر آقا امیر هیچ چیز نگفتم، فقط شپ ماندم. اما دیگه پشت ما نگر طارق. بانش دیگه تمام چیز ما حل میکنیم. با سر ما خود کدام بلای نمیه نه؟ تا وقتی که آقا امیر پشتت باشه به سار محیطم ضرر نمیرسه. باور داشته باش. البته سر شما باور دارم. بیادر تو ده اینجا چی میکنی؟ احسانمند بیادرتان هستیم. اینا آقا اون در به شفاخانه آوردن. بسیار طاله داشتن. حادثه که رخ داد زود به شفاخانه آورده شو به عملیات خانه رفت. ما هم وقتی اینجا آمدم جای نرفتم. همراه دکترش گپ زدم و گفتم بعد دیگه شفاخانه ببریم، اما گفت ضرور نیست. کل چیز تحت اداره است، تشویش نکنین. پدرم خوب میشه، تو تشویش نکن. اون نفره که پدرم زده حال دوزه است. نه خیر عشقم، متاسفانه فرار کرده. دنبالش هستن. حادثه را کسی ندیده. با گفته پلیس در محل حادثه کمران نبوده. میفهمی پدرم کی نجات داد؟ کی؟ بازم تشکر میکنم. روزتان بخیر.
بیادر تو ده اونجا چی کار داشتی؟ طرف دکان می رفتم دیگه. با کی؟ ما یعنی تنها با ملاقات نفر اول می رفتم به خاطر تمدید قرارداد دیگه چی. بعداً با صدای یک بریک موتر شنیدم و دویدم که نفر روی سرک افتاده بود. دویده رفتم و امبولانس خواستم، باز اینجا آوردمش. چقدر تصادفی؟ باز من وقت شفاخانه می آمدم فهمیدم که کی بود. قسمت دیگه اونا سالهای پیش قصد جان پدرم کرده بودن، اما ما نجاتشان دادیم. پس تانستی ببینی کی زده بود؟ ندیدم. بیادر ازم چیزی را خب پت نمی کنی؟ از چی را پت کنم؟ با پلیس اظهارات خود دادم و خلاص شد و حالا تو چی پرس و پال داری؟ استغفرالله بیادر، اما برام کم عجیب معلوم میشه. عجیب معلوم میشه؟ اما از اونجا تیر شده نمیتونم. چطور؟ میتونی تیر شده، میتونی. پس چی دیگه؟ ای که انسانیت کدام ازم بازپرسی میکنی بیادر؟ توبه. اوزان بگی. تشکر میکنم. زنده باشی امیر جان. خوب هستی؟ نیستم. پدرت خوب میشه، کل چیز دوباره رو برا میشه، برای تو عدم میتم. گریه نکن، به خاطر یک قطره اشکت من دنیا را آتش میزنم. اون نفری که این کار کده پیدا میکنم. اون نفر احمق هر کسی که باشد جزایش میتم. تو هیچ کار نکو امیر، پلیس ها کار خود انجام میدن. عشقم، در ضمن اگه بخوایی برم تسلی بدی باز کافیست ازم دور باشی. دکتر صاحب، پدرم چطوره؟ شفا باشه، بسیار عملیاتش خوب دیر شد. خدا را شکر. خونریزی داخلی داشت، ما هم دست به کار شدیم. شکستگی دستشم گشت بسته کردیم. شاید برای چند مدت به مشکل را برند، شاید درد حس کنن، اما چیزی نیست که شما ور خطا شوید. نیاز است تا به کدام شفاخانه دیگه منتقلش کنیم؟ نه خیر، تداویی که ضرورت بود انجام دادیم. چه وقت میتونیم پدرم ببینیم دکتر؟ فعلا تحت مراقبت قرار دارن، وقتی به اوش آمدن دیده میتونن. بازم شفا باشه. نهان یاسمین، پدر جانم، ببینین کالا ما اینجاستیم. زیاد درد خو نداری نه؟ خوبتر شدی؟ کل چیز تمام شد. خدا را شکر، عملیاتم به خیر سپری کردین. میشه مرا همراه مریض تانا بانن؟ نباید مریض خسته بسازیم. بعداً میبینیم پدر. حادثه نبود. میگم حادثه نبود. یک نفر قصداً مرا زد. لطفاً مریض بیشتر از این خسته نسازن. لطفاً براین. خواستم برات خبر بتم لیلا. حالا چطور است؟ از عملیات بیرون شده، خوب است. نهان پیام کرده بود. درسته، زنده باشی. خودت چطور هستی؟ نمیفهمم. نهان خوب است؟ تا رفتن به شفاخانه خوب نبود. راستی تو میخوای اونجا بری؟ به شفاخانه به عیادتش؟
به خاطر آن در هیچ وقت نی. اما در فکر نهان هستم. آی نمیفهمم کمال. درست است. بعدم گپ میزنیم. ای کار چطور شده؟ میگفتی یک آدم قصدن ای کار کرده. معلوم دار از کسی بابانی حادثه میخواسته پدرم بکشه. بیهوش بود. با پدرت چرا کسی بخواه ضرر برسانه؟ از رقیب باشم بوده نمیتونه. امکان نداره. در مورد پروژه کمرای اون دار کار میکنم هیچ مشکل وجود نداره. معذرت میخوایم. بگو. امیر کجاستی؟ میگفتم شاید فکرت بجاش بیای اما نه. بازم همو بانوی سابقه. بسیار تنها هستم. لطفاً پیشم بیا. فعلا دلم نمیخواه پیشت بیایم. تو خوب هستی؟ دوایت سر وقتش میخوری؟ نترس. برای درد سر جور نمیکنم. کدام نمیتونی؟ اگه به چیزی نیاز داشتی بگو که سیر روان کسی دیگر نه. تو را میخوایم جانم. به خاطر گپای ناق و بیهوده زنگ نزن. اگه نه تماست جواب نمیتم. اما امیر بلیاز خدا. از اون روز تا حالی یک دفعه به دیدنم نامدی. اگر دروغم میبود یک دفعه به دیدنم میامدی. فعلا وقت ندارم. خودت خو میفهمی. بعداً سوالایتان بپرسین. حالا باید از اینجا عاجل برم. همینجا استارت کن. یا پولت. اینجا بیا. استارت شو. استارت شو. گفتم استارت شو.
لعنتی کی بوده باشه؟ زینب جان هیچ در فکر مجنون نیستی ها؟ بله بیادر جان. صالح باید یک احمق پیدا کنم. من پیدایش میکنم. کی است؟ شماره پلتی یک لوده را بررسی میکنی فهمیدی؟ خیریت باشه بیادر، نه که کدام حادثه کردی؟ حالا دیگه باز بدن برات قسم میکنم. زود شو. صبر کن بگو حاله. بله لیلا. تشکر، زنده باشی. درد داره اما حال خوب است. بازم شفا باشه جانه. کمال برات گفت؟ بله. حال پیشت است؟ نیست، به خاطر گرفتن موترش رفته. خب حالا باید قطع کنم، بعداً باز هم راید گپ میزنم. درست است قندم. خدا نگهدار. همراه کی گپ میزدی؟ همراه یک دوستم. شما او را نمیشناسین. کمال از کجا میفهمه که پدر حادثه کرده؟ به خدا باورم نمیشه. به خاطر یک نفر تمام خانواده را در خطر میندازی. چرا ما با هم مثل یک مادر و دختر شیشته درد دل کده نمیتونیم؟ ببینین ساعت هاست که اینجا هستیم، اما اگه نام کمالا نمیگرفتم گپ نمیزدین.
ما همدیگر چقدر میشناسیم مادر؟ ببینین، زندگی بسیار کوتاست. ایره باید بفهمیم که هیچ کس تا ابد زندگی نمیکنه. با یک پلک زدن از دنیا میریم، پس نباید زندگی را طولانی فکر کنیم. تو تصمیمت گرفتی، وقت گناهکارم پیدا کردی. حالا آمده از ما اقسم سوالا را میپرسی. فکر میکنی تو را از پدرت که کمتر دوست دارم؟ البته که نه خیر. باید یکی از خانواده مواظبت میکرد که اون نفر همیشه ما بودم. وقتی که شما هفتیده زونیتون اوگوار میکدین، پدرت شما را نوازش میداد، من پیش دکتر میرفتم. وقتی که امرایتون بازی میکرد، من زندگی شما را برنامه ریزی میکردم. وقتی که تو امرای پدرت رسامی میکدی، من درباره مکتبت فکر میکردم. پدرتون همیشه روی صحنه و من همیشه پشت صحنه بودم. همیشه در فکر شما بودم. تو فکر میکنی که من از پدرت فرق دارم؟ یا فکر میکنی به خاطر ورشکست شرکت من قسم میکنم؟ نه خیر. تو یک آیندی درخشان داشتی. به خاطر که آیندیت از بین نره کار کردم. سر عشق نمیتونی باور کنی، به خصوص سر عشق مردا. هیچ وقت. تونج کارانلی گفتی؟ من میگم خانه خسرو تا آباد باشه، زنده باشی. درست است. نامش تونج کارانلی است. دقیقاً. خب حال چی کنیم؟ من از پروژه‌ای که خودم بنیانگذارش هستم پیشش میرم. خانه شام تا فردا پیدا میکنم. ها؟ باز بعدش چی خواد کردیم؟ چی کنیم دیگه؟ دهنش باز میکنیم. هر کس باشه از مکد زیادتر میفهمه. میگه اگه نیهان گپ نزنه یکی دیگر رو پیدا میکنی تا گپ بزنه؟ بله همین رو میخوایم. پس به نیهان میگه که در خانه یک ما راستین است؟ ای که تونج کارانلی کی است؟ اول از همه از نیهان میپرسم. فکرم طرف شما میباشه. ای که هر دوی ما اینجا باشیم فایده نداره، تو برو. اگه چیزی شد برم زنگ بزنی. درست است. لیلا، پدرم چیزی میخواست. نه خیر چیزی نمیخواست، آب میگفت، من برش میتم. تو برو بخیر بری. تا وقتی که من نفس میکشم هیچ وقت اجازه نمیتم که با هم یک جای شویم. هیچ وقت. بله. وقت داری؟ همیالا خانه آمدم. پدرت چطور است؟ خوب است. فردا از شفاخانه مرخص میشه. خوش شدم. همراهت باید هر چیز زودتر گپ بزنم، عاجل است. درست است. چی وقت؟ همیاله.
در اتاق ثبت کمره ها نصب بود. نفر سر مملکت. تو را خود چیزی نشده نه؟ خوب هستی؟ نه مرا چیزی نشده. خوب هستم. اون نفر از پیشم فرار کرد. فهمیدم کی است. کسی به نام تونج کارانلی بوده. تو مشناسیش؟ نه خیر. بیبی نهان خوب فکر کن. شاید از منطقه تان یا از شرکتتان باشه. کدام دوستای امیر یا کدام دوست شما؟ امیر کدام دوست نداره و دشمنایشو من نمیشناسم. پس به نظر تو کی بوده میتونه؟ نمیفهمم. پس او لوده در اتاق ثبت کمره چی میکرد؟ نمیفهمم. یعنی میگی اگه میفهمیدم هم نمیگفتم. نهان مرا آرام شانده نمیتونی که مانعیم شوی. نمیبینی او لوده به شما ضرر میرسانه؟ شاید او کدام چیز را میفهمه که کسی دیگه نمیفهمه. کمال لطفاً پشت ای گپا ایلا کن. نمیخوایم به کسی ضرر برسه. تو میخوای چی بگویی؟ نهان هدفت از این گپ چی بود؟ چرا گپ نمیزنی؟ چرا از آدم قدر میترسی؟ پدرم همی که به اوش آمد گفت که این یک حادثه نبود. تونج کارانلی کی است نمیفهمم. به بار اول از دان تو مشنوم. بله یکی است که امیر تهدید میکنه. یعنی یکی است. شایدم کسی باشه که دم از راه دیده بودی. شایدم کسی که همراه پدرم حادثه کرده. نمیفهمم کمال. فکرم بسیار مغشوش است. بیبی تنها یک چیز میفهمم. پشت کارای خطرناک استی کمال. لطفاً پشت ای گپا را ایلا کن. پشت ای موضوع را دیگه بان لطفاً. بچیم به پدرت نان خشک بده. مربای خانگی، توت زمینی. حتما کدام کس دگاه میره خوش داره ها؟ نه که مرا میگی بیادر. مادر جانم آماده کده. یک دفعه ایره بی مربای بی و مربای سی. نوش جانت باشه. یک دانه مادرش. پنیرام همراهش زیاد گت نکده. به خود درست است. همراه مربا مزهش هم زیاد. درست است مادر جان. دست درد نکنه. خب دیگه شروع کنین. زینب بیا دخترم. هنوزم آماده نشده تو. حالا پدر جان شروع میکنیم. زینب پسانه. ها شروع کنین. او میاید. میشه از اونجا برم پنیر بتی. خفستی؟ بیا دیگه زینب. آمدم. خب من چای بیارم. بچیم تو بشی من خودم چای میارم. تو صبحانه تا بخور. بشی من خودم میرم. گفتم بشی دیگه. بیادر جان
صابونت بسیار بوی خوب میده. این از کجا گرفتی؟ صابونه میگی؟ از بازار خریده. وقت قوارش مقبول دید فکر میکنه از امریکا آمده باشه. ای خواهر ساده. حالا گیلاسایتان پیش با کنین. کدام چیز ضرورت داری بچه؟ زود باش. یعنی اگه با چیز ضرورت داشتی خانه نو گرفتن مقدر آسان نیست بچه. زنده باشین پدر جان. خدا را شکر کل چیز است. شما برم بگی از خانه خوشتان آمد؟ بسیار زیاد. من هیچ خوشم نامد. چرا؟ گرفتار شدم. یعنی ده یک کلمه بگویه باز مثل روی دو کلمه شد بگو. خیر باشه خیر باشه. بچه آشپزخانه کم نزدیک به سالن است اما باز هنوز خوب هم آشپزخانه نزدیک و هم سالن، یعنی زیاد سرگردانی نداره. بچه میخسم نگو، کل خانه را بوی غذا میگیره. فقط که شما هر روز لوبیا پخته میکنین مادر جان. بسیار خوب خانه است، بسیار خوب خانه است. با خودت اینجا کفایت میکنه بچه. راستی آسو دخترم چی میکنه؟ اینجا میایه یا نه؟ آسو امروز به خاطر قهوه خوردن هم میخواد شما را ببینه. کاش که بیایه. بیایه باید اونجا بیایه، چون بدون خانما خانه به رنگ است. یک دقیقه اگه به خاطر زن میگین، اگه بخواین معروض آمده میتونه. دختر تو هم در گپ میزنی، بس هست دیگه. در جایی که شیشتی قرار بشی، یعنی در خانه خودت. دیگه چی گپ؟ بس مادر جان خانه بیادر. ما میگم گل گفتی خانه بیادرت است، از ما نیست. چرا قسم میگی بیادر؟ اینجا خانه کلم است. لازم نمیگم دروازه خانه برویتان باز است. هر وقت آمدن میتونین، نباید دیگه قسم بگویی. زنده باشی بچه، امی که تو آرام باشی. برای ما همه چیز است. مقصد خوش باشی. خوب